خب صدر جدول از آن بارسلوناست با 4 امتیاز اختلاف. بارسلونا تونست توی یک بازی نسبتا راحت رئال بتیس رو نتیجه 5-3 شکست بده و از اون طرف هم رئال مادرید 2-0 توی برنابئو باخت به سلتا ویگو. بعد از مدت ها به برنابئو برگشته بودن رئالیا، اما واقعا هیچ چیزی تغییر نکرده بود. یعنی همونطور که تا الان راجع به رئال مادرید صحبت کردم، دوباره میتونم تو ویدیو دوباره همون مسائل رو بگم. رئال مادرید یک سری مشکلات خیلی شاید میشه گفت خود ساخته داره و نتونسته راه حل اینها رو پیدا کنه آلونسو، و چه بسا اصلا شاید راه حلی هم وجود نداشته باشه. از اون طرف هم بارسلونا و فیلیک برعکس تونستن به یک تعادل نسبی برسن و من فکر می‌کنم این تیم الان برای رقابت در لالیگا حداقل آماده باشه با توجه به این سطح صحباتی که دارن نشون میدن. تو این ویدیو همراه ما باشید. اول می‌خوایم بازی رئال و سلتا ویگو رو بررسی کنیم و بعد بریم سراغ بازی بارسلونا. خب توی بازی رئال و سلتا ویگو دوباره یک اتفاق تکراری افتاد و این همین بود که رئال جلوی یک بلاک منظم به مشکل خورده بود و بازی رئال مادرید شاید بعد از گذشت 5-6 هفته نتیجه نگرفتن دیگه بشه گفت عملا افتادن رو دور تکرار. یعنی رئال مادرید به یک تیمی میخوره که استحکام دفاعی داره، نمیتونه خیلی زود به گل برسه و شروع میکنه به دست پاچه شدن. من به نظرم اینا همش از لب خط نشأت میگیره. یعنی ژابی آلونسو منو کاملا یاد فصل آخر ژاوی میندازه تو بارسا. جایی که ژاوی خودش عصبی بود، خودش دیگه به یک سطحی از فرسودگی رسیده بود و این استرس و عصبانیت رو داشت به شاگرداش هم منتقل میکرد. یعنی شما خیلی وقتا میدیدی که ژاوی از کنار زمین اخراج میشه خودش و خب بعدش یا قبلش هم یه بازیکنی بارسا اخراج شده. یعنی این چیزا منو خیلی یاد اون تیم میندازه و اینا ویژگی یک تیم مدعی نیست. یک تیم مدعی میدونه که حتی در بازی که خوب نباشه با یک اتفاق تو 1 دقیقه میتونه نتیجه بگیره و بقیه بازی فقط کافیه تمرکزش رو حفظ کنه و اصلا رئالیا نتونستن این کار رو انجام بدن و به وضوح دیگه تو این بازی دیده شد. یعنی فران گارسیا یک صحنه خیلی خیلی مبتدیانه اخراج شد، 2 تا کارت زرد پشت سر هم. شما رفتی یه لگدی زدی به بازیکن حریف و داور بهت کارت زرد داده. دوباره 1 دقیقه بعد دوباره می لگد میزنی. خب مثلا با چه منطقی؟ با این منطقی که مثلا 1 دقیقه پیش من کارت زرد داده، دیگه من مسئولیت دارم. اصلا کاملا یک حرکت اشتباه. شاید بشه گفت از یک بازیکنی که خیلی ازش انتظار نمیرفت، ولی باز این حرکت شما نشون میده که تو تیمت یک آرامش نیست. کار راست دقیقه 90 بازی سر یک موضوع الکی اخراج میشه، باز اونم کارت زرد میگیره و مثلا اینه که ادامه میدن. یعنی بازیکن رئال مادرید به هیچ عنوان کوتاه نیومدن، حتی 1 دقیقه از اون بحثای خودشون با داور کوتاه نیومدن. بلافاصله میبینی که چند تا بازیکن دیگه هم درگیر میشن. خب اینا واقعا به نظر من نشون دهنده اینه که این تیم جو خوبی اصلا بهش حاکم نیست. این تیم آرامش نداره. حالا ممکنه رابطه بد با سرمربی باشه، ممکنه مثلا به خاطر این باشه که شما شاید بزرگتری به اون صورت تو تیم دیده نمیشه. شاید مثلا حضور یک نفر مثل مودریچ حتی تو رختکن به عنوان یک بازیکن دکوری حتی میتونست خیلی به این رئال مادرید کمک کنه، کاری که واقعا هم فصل قبل انجام داد. ما در هیچ مقطعی از فصل قبل رئال مادرید رو اینقدر عصبی نمیدیدیم. با اینکه من بازم میگم اصلا این بارسلونایی که شما این فصل دارین باهاش رقابت میکنید در مقایسه با بارسلونا فصل قبل هیچه. یعنی شما واقعا دارید با یک ورژن ضعیفتر رقابت میکنید و خودتون هم قدرت نسبی بیشتری دارید و واقعا نمیفهمم اصلا رئال مادرید چی شد که درگیر این ماجرا شد. واسه همین بهش گفتم مشکلات خود ساخته. ببینید در رئال مادرید الان مسئله که وجود داره، اسکواد این تیم خلاف اون چیزی که شاید از دور به نظر برسه اسکواد ناقصی هستش. یعنی این تیم اسکوادش واقعا ضعف داره. علاوه بر این شروع میکنه به مصدوم دادن. یعنی چند فصل رئال مادرید هنوز فصل شروع نشده رگباری مثلا بازیکنان یه پستشون همه مصدوم میشن. خب من فکر میکنم اینا یک سرمربی خوب اگر اونجا باشه میتونه این مسائل مدیریت کنه. شما اگر سبک درستی رو از این تیم بخوای، این تیم توان رقابت داره حتی با اینکه اسکوادش ناقصه. مسئله اینه که ژابی آلونسو از یک جایی به بعد دیگه ایده های تاکتیکی خودش رو به کلی فراموش کرد و کنار گذاشت و همین مسئله باعث شد کاملا اعتماد از دست بره.
یعنی کاملا این مسئله موج میزنه که اصلا ما هیچ کاری قرار نیست بکنیم که اینا بگیم ایده تاکتیکی سرمربیه. یعنی وقتی سرمربی خودش به حرفای خودش اعتماد نداشته و حرفشو کامل عوض کرده، شما دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی به عنوان بازیکن. شما مثل اینه که یه نفر وارد یک کلاسی بشه به عنوان یک معلم و یه چیزی بگه و بگه ما یک سری رو طی کنیم. خب اگر اون روند طی نشه دیگه خیلی سریع اعتماد از دست میره. حالا مهم نیست که اصلا شما چه کاری میخوای انجام بدی یا انجام بدی. علاوه بر این مسئله، رئال مادرید میگم در فاز شاید پرسینگ بعضی وقتا مثلا اصلا احساس میکنه دارن خودشونو واقعا مسخره میکنن. یعنی این سبک از پرس کردن، این سبک از صرفا جلوی توپ رفتن و دویدن الکی قرار نیست فایده داشته باشه. و اصلا مسئله که از رئال مادرید تا قبل از اینکه 10 نفره نشده بودن اینا اصلا واقعا شاید بازی نمیکردن. یعنی کاملا تو ساق‌های بازیکن‌ها این دیده میشد که ما از اینا بهتریم، اینا اصلا عددی نیستن و ما خیلی راحت میتونیم اینا رو ببریم. موضوعی که این فصل بارسلونا در مقاطع ابتدایی فصل بهش دوچار شده بود و دیده میشد در این تیم. و اصلا من میگم رئال 10 نفره خیلی بهتر از رئال 11 نفره بازی کرد و شاید به خاطر این بود که اینا بیشتر دویدن، بیشتر تلاش کردن. من فکر میکنم آلونسو خیلی زود به یک بنبست رسیده و این مدلی که داره رفتار میکنه این بنبست رو نمیشه حل کرد. اه، یعنی شما حداقل باید، شما ببین با یه تفکری و با یک سیستمی اومدی و پایان دادی به سلطه بایر مونیخ و دوگانه داخلی آلمان رو گرفتی. خب حتی شما من فکر کنم 4 تا بازی 3 تا بازی متوالی هم نیومدی اون سیستم رو اینجا تست کنی. یعنی اون باوری که وجود داشت تو اسکواد بستن رئال مادرید این بود که خب اوکی این آدم قرار بیاد با یک سبک 3 دفاعه بازی کنه و بازیکن‌هایی هم که خریداری شد تقریبا میشه گفت همین موضوع تایید میکنن. حالا اصلا کاری به مسئولیت‌ها فعلا نداریم. با این وضعیت مصدومای دفاع رئال مادرید شما هیچ کار خاصی عملا نمیتونی بکنی. ولی اصلا نباید اجازه بدی فصل به اینجا برسه، کار به اینجا برسه به عنوان یک مربی. مربی باید منعطف باشه ولی در عین حال باید بالاخره تکلیفش با خودش مشخص باشه. ژابی آلونسو هنوز مشخص نیست که میخواد یک سبک واکنشگرا داشته باشه، سبک کنشگرا داشته باشه. اصلا اینا چیزایی که تو بازی رئال مادرید دیده نمیشه و من فکر میکنم اینا مسائلی هستش که آسیب میزنه و اصلا فارغ از هر چیزی شما میبینی که هر تیمی جلوی این تیم داره بلاک میشینه رئال مادرید به مشکل میخوره. اصلا نحوه مثلا شوت زدن بازیکن رئال مادرید تو این بازی مسخره بود. انگار اینا خودشون هم فقط از سر رفع تکلیف داشتن شوت میزدن. شما جز بهترین شوت زن‌های شاید دنیا باشید. یعنی والورده من فکر می‌کنم یه ابزار بسیار بسیار مهمه. خب شوامنی بازیکنی که تو جام جهانی از اون فواصل گل زده ولی اصلا تو رئال مادرید هیچ اثری شما از اینا نمی‌بینی. مسئله خط حمله رئال مادرید هم که واقعا دیگه حوصله سربر شده. شما رودریگو رو نمیخواستی پس باید میفروختیش تابستون. اصلا نگه داشتن این آدم تو تیم منشأ سرطانه. یعنی شما اگه اندریکو نمیخوای فقط کافیه اینو اعلام کنی اول فصل و این آدم میتونه قرضی بره یه جایی، میتونه آدم فروش بره. یا ژابی آلونسو به عنوان سرمربی اینا رو نگفته یا اینا رو گفته و پرز به این آدم اصلا توجهی نکرده. که این نشون میده که واقعا مشکل خیلی وخیم‌تر از اینه. شاید اصلا حتی در وهله اول هم پرز اونقدر دلش نمیخواست که فرصت بده به ژابی آلونسو. صرفا اومد یه گزینه آورد که میخواستنش، همه خودش هم مایل بود، ایدای خوبی هم داشت، اینو اومد گذاشت اینجا که بعدش دیگه مثلا هیچ کسی نخواد حتی نظر بده. و با این وضعیت اسکوادی که رئال مادرید داره خب واقعا خیلی سخت نتیجه گرفتن. حداقل با این جوی که در این تیم حاکم هست و هیچ کس حاضر نیست فداکاری انجام بده. یعنی این تیم فقط تا الان به واسطه سوپر استارهاش، تا همین الان هم بارها گفته شده، به واسطه سوپر استارهاش تا اینجا اومده و فقط کافیه که اینا به مشکل بخورن دیگه کل رئال بسته میشه و شما نمیتونی ایده مشخصی در این تیم ببینی. این هم ایراد بسیار بزرگه که به ژابی آلونسو وارده. خب این تیم الان با تیم آنجلوتی چه فرقی داره؟ یعنی عملا هیچ فرقی نداره. حداقل اون تیم یک جو خوب داشت، یک تیم خوب بود از نظر حمایت کردن همدیگه. رودریگو اگه اونجا دقیقه نمیگرفت مثلا این ادا اصولاشو در نمی آورد. ولی تیمی که الان شما اینجا دارید واقعا سراسر ابهامه. بعد از یه طرف شما مثلا یه سری تصمیماتی میگیری، مثلا میای با ماستانتونو از ابتدای فصل فیکس بازیش میدی،
میای مثلا برایم دیاز رو هی بهش دقیقه میدی، بعد یهو مثلا تو سر بزنگاه جایی که شما نیاز داری به یه نفر که بیاد گره بازی رو واسط باز کنه، اصلا این دو نفر نگاه هم نمی‌کنی. همه تصمیمات آلونسو به نظر من یک بویی از تناقض میدن و شاید نشون میده که این آدم هنوز به اون درک و اون بلوغه نرسیده بود که بخواد بیاد سرمربی رئال مادرید بشه و مشکل خیلی بزرگتر از اون حرفاست. راجع به جانشینش هم که خب خیلی صحبت شده، ولی من فکر می‌کنم که اصلا بحث اصلی همچنان باید این باشه که یک مقداری اسکواد این تیم رو بتونیم بهتر کنیم، یه سری جاها باید یک سری افراد رو قربانی کنیم در نهایت، و طبیعتا مشکلات بدنسازی. اما بریم سراغ بارسلونا که بارسلونا تقریبا میشه گفت برعکس ژابی آلونسو که فلیک اومد کار کرد، یک سری ایده های جدید رو اومده تست کرده فلیک. من از اولین ایده ای که شاید توی اولین ویدیوهای این فصل راجع به لالیگا گفتم، حضور جرارد مارتین تو دفاع وسط بود و این مشکل بود که دیده میشد تو بیلداپ تیم، نبود یک مدافع وسط چپ پا دیده میشد، تو گردش توپ دیده میشد و اصلا به نظر من جرارد مارتین خیلی خوب تونسته این مشکل رو حل کنه و فکر می‌کنم در نهایت همین هم از سرمربی خواسته میشه دیگه. شما با توجه به اون اسکوادی که داری یه سری تصمیم‌هایی رو بگیری. فلیک میتونست تا ابد این کارو نکنه و حتی یه بار هم تستش نکنه، ولی اومد این کارو کرد و جوابم داد. جارد مارتین واقعا اونجا داره بهتر بازی میکنه، هر چند که بله ممکنه در بزنگاه‌های خاص این تیمو شاید تو موقعیت خیلی بدی قرار بده، ولی من فکر می‌کنم این که مربی داره تستش میکنه و این آدم هم حداقل نشون داده که آقا من تو لالیگا واسط آدم دفاع قابل اتکایی هم دیگه. یعنی از من نخواه که واسط مثلا هالند رو کنترل کنم، چون هیچ کدوم از دفاع بارسا عملا نمیتونن باش تنه به تنه بشن. خدا بیامرز آراوخو که دو سه هفته است اصلا دیگه، دو هفته است خبری ازش نیست به اون صورت و اصلا شرط آراوخو هم خوب مدیریت نشد به نظر من. کریستینسن که اصلا نمیشه روش حساب باز کرد. کونده اومده بحث دفاع وسط شدن رو دوباره مطرح کرده و در کنار همه اینها من فکر می‌کنم اصلا این که مربی بتونه ابزارهای خودش رو در اون موقعیتی که داره تست کنه خیلی خیلی واسش نتیجه میده. حداقل الان هانسی فلیک میدونه که این بازیکن چه کارهایی از دستش اونجا برمیاد. یه تغییر خیلی خوب دیگه که هانسی فلیک داده بود حضور یامال تو پست 10 بود. این ایده بود که من خودم بعد از اینکه یامال جلوی سه تا دفاع چپ غول به مشکل خورد، اه، دوست داشتم حداقل استفاده بشه و هانسی فلیک استفادهش هم کرد. ببین شما وقتی یه بازیکنی داری که اونجا داره مارک میشه، یکی از کارهای اینه که بازیکن بیاد پست 10 بازی کنه، بازیکنی با پروفایل یامان که بله یک سری از جنبه‌های بازیش ازش گرفته میشه ولی یک سری چیزهایی هم بهش اضافه میشه. یعنی تغییر پست دادن این بازیکن به نظر من یک امتحان خیلی خوب بود که حداقل اگر دفعه بعدی ما مثلا با پاریس بازی کردیم، با چلسی بازی کردیم، با رئال بازی کردیم و اون دفاع چپ یامالو خفه کرده بود، حداقل بتونیم یک آپشن داشته باشیم که بتونیم اونم تست کنیم. اینطور نباشه که ما 90 دقیقه فقط یک روح تو زمین قدم بزنه. و یامان هم واقعا خیلی خوب بازی کرد، نشون داد که اونجا اصلا اتفاقا میتونه یه سری کارایی بکنه که عنوان وینگر راست نمیتونست انجام بده، با توجه به اینکه رونی بارداکچی و سمت راست روی دست خودش داشت. این هم یه کار خیلی خیلی مثبت دیگه بود که فلیک انجام داد و بارداکچی هم خیلی خوب جواب اعتماد فلیک رو داد و من فکر می‌کنم همین مدیریت کردن همه چیز، یعنی شما بازیه که خب ممکنه خیلی واسط گرون تمام بشه باز دادن به یک گزینه مثل بارداکچی، ولی این اعتماد رو اینطوری هم بازیکن میاد به جواب میده. فران تورس هم که مثل همیشه جلوی بتیس شاید بهترین بازی عمرش رو میکنه. یعنی این فرمی که این آدم جلوی رئال بتیس داره رو اگر همیشه داشته باشه من فکر می‌کنم یک گزینه خیلی خوبه. باز دوباره اونجا هم ما یک عملکرد خیلی مثبت دیدیم. رشفورد هم دوباره یک بازی خیلی خوبی داشت و اینا چیزهایی بود که فلیک اومد و روش ریسک کرد. یعنی رافینیا و لواندوفسکی دقایقشون اومد مدیریت کرد با توجه به اینکه این وسط هفته یک بازی بسیار بسیار حساس با فرانکفورت دارن، یعنی از نظر جدولی بسیار بسیار این بازی واسه بارسلونا حساسه و کاملا یک ریسک حساب شده بود به نظر من. و من فکر می‌کنم که خیلی هم خوب جواب داد دیگه، یه اختلاف خوبی ایجاد کرد و بعدش هم دیگه بازی مدیریت کرد که هرچند تو اون مدیریت کردن دوتا گل خورده بود. خب بریم سراغ حالا بررسی جزئی تر بارسا که چی باعث شد این عملکرد خیلی خوب داشته باشه. یه مسئله اینه که در بارسا شما تنوع حملات زیادی می‌بینی، یعنی از وقتی فلیک وارد این تیم شده
تنوع حملات زیاده. این تیم روی کورنرها، روی ست پیس ها برنامه داره. تو پرس کردن باز دوباره یک نمایش بهتر رو از بازیکن‌های بارسا دیدیم. توی کامبینیشن پلی، توی مصاحبه می‌کنم بازی ترکیبی یا کامبینیشن پلی خیلی با هم درک خوبی دارن و میتونن همدیگه رو پیدا کنن. حرکات ترکیبی خوبی دیده میشه، دفاع چپ و راست خیلی خوب آندرلپ و اورلپ دارن و به حملات اضافه میشن و همه اینها باعث شده که شما آپشن های هجومی زیادی رو داشته باشی و خب استفاده کردن از این موقعیت ها، اگر بازیکن بارسا همیشه از موقعیتاشون استفاده کنن به این خوبی، باعث میشه که شما یک نتیجه پرگل داشته باشی. کما اینکه تو همین بازی هم یه سری جاها بود که خب خودخواهی دیده میشد، رشفورد هم یکی دو تا جا اصلا خیلی توپای واضحی رو نزد، ولی خب بازم عملکردشون بهتر بود نسبت به بازی قبلی. راجع به تعویضی‌ها اینو بگم که مارک برنا که وارد زمین شد، باز دوباره بارسا یک روح خاصی گرفت. من فکر می‌کنم حضور یک هافبک فیزیکی خیلی خیلی میتونه به این تیم کمک کنه و برنال تنها گزینه‌ایه که شاید همچین پروفایلی داشته باشه. خیلی خیلی خوب توپ میگرفت برنال و مؤلفه خیلی خاصش این بود که بعد از توپ گرفتن پروگرسیو ران داشت. یعنی این یک مؤلفه خیلی مهمه در دنیای امروز واسه هافبک ها. صرفا توپگیری کافی نیست، اینکه شما این توپ رو چقدر میتونی رو به جلو حرکت بدی هم مهمه و من فکر میکنم برنال خیلی عالی بازی کرد توی این دقایقی که گرفت. چند تا توپو خیلی خوب جلو برد و میتونه به این تیم خیلی کمک کنه. قطعا استراحت کردن لوا و رافینیا هم واسه این تیم من فکر می‌کنم یک برگ برنده میتونه باشه و خیلی خیلی دوست داشتم که بازم درو فرناندز رو میدیدیم توی این تیم، ولی خب فکر می‌کنم حالا اونم به نسبت تا الان دقیقه گرفته. در کل آمار بارسا و کارهایی که بارسا انجام داد توی این بازی شاید میشه گفت به نوع یک خط و نشون بود که آقا من هنوز تو لالیگا یک مدعیم و این باعث شده یک فشار مضاعفی رو رئال مادرید حس کنه و اصلا هم تا الان زیر فشار خوب کار نکردن. از اون سمت هم حالا بخوایم گریزی بزنیم به بقیه مدعیان، ویارال باز داره همچنان خیلی خوب بازی میکنه. فراموش نکنید که ویارال با یک بازی کمتر الان رده سومه، اگر اون بازی رو ببره و خب میتونه از رئال مادرید هم جلو بزنه. یه مسئله دیگه ای که هست اتلتیکو مادرید، فکر میکنم خیلی خیلی باید حواسش باشه به ویارال. یعنی ویارال خیلی مدعی مصریه و اتلتیکو مادرید هم بازی های خوبی رو دنبال نکرده تا الان. من فکر کنم نتایج خوبی نگرفته. به بیلبائو باختن، بیلبائوی که خیلی وضعیت خوبی نداشت این فصل، رئال بارسا. و فکر میکنم فصل آخر سیمونه باشه. سیمونه کسی بود که خیلی شخصیت اتلتیکو رو تحت تاثیر قرار داد و همه چیزو متفاوت کرد واسهشون، ولی خب واقعا دیگه چیز جدیدی واسه ارائه نداره و به نظر میاد که وقت خداحافظی رسیده با توجه به این همه هزینه‌ای که اتلتیک کرده. امیدوارم که کسایی که لالیگا رو دنبال میکنن از این ویدیو لذت برده باشن. حتما ویدیو چنل رو دنبال کنید. ما میخوایم هم واسه لیگ های دیگه، بازی معتبر دیگه، لیگ قهرمانان و جام جهانی ویدیو داشته باشیم. به زودی هم قرعه کشی رو با هم بررسی خواهیم کرد و ویدیوهای دیگه مرتبط با لیگ های مختلف. امیدوارم لذت برده باشین. ممنون ازتون.